اگر در تاریک ترین روزهای زندگیت هستی و به کل امیدت رو از دست دادی، تماشای این ویدیو خیلی میتونه کمکت کنه. تا به الان ما تعاریف خیلی زیادی در مورد ایمان شنیدیم، ولی توی این ویدیو من میخوام از یک زاویه کاملا متفاوت به ایمان نگاه کنم. ببینید بچه، ایمان ابدا از جنس اندیشه و فکر نیست. یعنی ایمان هیچ موقع از ذهن ما نمیاد. اگر میگی ایمان دارم ولی هنوز نگرانی، به خاطر اینه که ایمان تو از ذهن میاد. چرا میگم ایمان از ذهن نمیاد؟ ببینید، ذهن از ناشناخته ها میترسه، دوست داره از همه چیز سر در بیاره، بفهمه که مثلا دقت کردی وقتی هدف گذاری میکنیم خیلی دوست داریم کل مسیر رسیدن به اهدافمون رو بدونیم و وقتی که یک مقداری از مسیر رو نمیدونیم و یا مبهمه، دچار احساس ترس و نگرانی میشیم. میدونی علتش چیه؟ به خاطر اینه که ذهن دوست داره از همه چیز سر در بیاره، بدونه که وقتی مثلا تو از گام A میری به B، بعد از B کجا میخوای بری، بعد میخوای بری سمت C، بعد میخوای بری D. کل مسیر رو دوست داره بدونه. این در حالیه که کل مسیر به ما نمایش داده نمیشه. ولی ایمان از یک جنس دیگه است. ایمان یعنی این که تو یک چیزی رو نمیبینی ولی حسش میکنی که هست، تو قلبت، توی وجودت احساس میکنی که هست. حالا به من بگو، با توجه به تعریفی که از ذهن برات داشتم، آیا ذهن میتونه مفهوم ایمان رو درک کنه؟ یه مثال دیگه، دقت کردی وقتی طبیعتی جایی میریم و یک صحنه‌ای، مثلا یک کوهی، جنگلی، آبشاری، برای اولین بار میبینیمش، انگار ما اونجا ماتمون میبره، دهنمون باز میمونه، عجب جای عجیبیه، و برای چند ثانیه ما کلا مات اون صحنه میشیم. ولی بعد از چند ثانیه ذهن میدونی چی کار میکنه؟ چون یک چیز ناشناخته ای رو داری به ذهن نشون میدی و توی اون چند ثانیه فکر تعطیل شده و ذهن در یک سکوتیه، ذهن نمیتونه این شرایط رو تحمل کنه، چون از ناشناخته میترسه و دوست داره از همه چیز سر در بیاره. حالا ذهن چی کار میکنه؟ میره در بایگانی حافظت، میگرده، یک صحنه شبیه اون چیزی که داری میبینی رو پیدا میکنه و میگه این شبیه همون یهو میبینی این فکر اومد بالا، مثلا دیدی یه تصویری میاد بالا که مثلا این آبشاره شبیه اون آبشاره است که فلان جا دیدم. همین که این تصویر میاد بالا، تو دیگه از اون حالت ماتی و یک حالت حیرانی و سرگردانی زیبا میای بیرون. میدونی چرا؟ چون از اون لحظه‌ای که اون تصویر میاد بالا، تو دیگه با اون آبشاره یا اون طبیعت ارتباط برقرار نمی کنی، بلکه با اون تصویری که توی ذهنت هست ارتباط برقرار می کنی. حالا ما میخوایم در مورد ایمان صحبت کنیم. تو یک هدفی داری، خواسته‌ای داری، رویایی داری و اون خواست هیچ شباهتی به شرایط فعلی زندگیت نداره. مثلا یه ماشینی میخوای که چند میلیارده ولی تو درآمدت چند میلیونه. یه خونه‌ای میخوای که چند میلیارده ولی تو الان شاید مستاجری. میخوای بری یه کشوری زندگی کنی که هیچ کدوم از شرایطش رو نداری و وقتی که شرایط بیرونیت رو میبینی ناامید میشی، دچار یأس و ترس و نگرانی میشی، دچار خشم میشی حتی، و میگی من که اصلا به هیچ کدوم از این خواسته‌هام نمیرسم. میدونی چرا این اتفاق میفته و تو اینطوری نگاه میکنی و اصلا میدونی چی باعث میشه تو درونت که تو اینطوری بشی، دچار این احساسات بشی؟ گفتم ذهن دوست داره از همه چیز سر در بیاره. تو مثلا توی تنهایی خودت، توی خلوت خودت داری به این فکر میکنی که چجوری به اون رویا برسی. ذهن چی میاد میگه؟ میگه ببین تو الان وضعیت زندگیت اینه، درآمدت اینه، با توجه به این شرایط تو مطلقا نمیتونی به اون برسی. چرا ذهن این کار رو میکنه؟ چون دوست داره از همه چیز سر در بیاره، دوست داره بدون تو از چه مسیری میخوای به اون برسی و از چه مسیری میتونی به اون برسی. این در حالیه که مولانا یه شعری داره میگه کین طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. یعنی چی؟
یعنی این خواسته و رویایی که تو داری محقق شدهش پیش خداوند امانت، یعنی اون الان اتفاق افتاده که این طلب در تو گروگان خداست. در مصرع بعدی میگه زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کسی به خواستش میرسه. توی این شعر مولانا داره ایمان رو برای ما تعریف میکنه. ولی ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی من یک چیزی رو نمیبینم ولی حس میکنم توی وجودم دارمش. ببین، ذهن مربوط به عالم ماده است. این نکته همیشه یادت باشه. عالم ماده یعنی چی؟ یعنی که من یاد بگیرم چه جوری باید رانندگی کنم، با ذهن باید انجام بدم. اینکه چه جوری غذا درست کنم وظیفه ذهنه. اینکه چه جوری آدرس حفظ کنم وظیفه ذهنه. ولی ایمان مربوط به متافیزیک و ماورای ماده است. هیچ موقع ذهن نمیتونه توی متافیزیک حرفی برای گفتن داشته باشه، چون توی ماورای ماده یعنی تو چیزی رو نمیبینی، فقط احساسش میکنی. ولی ذهن دوست داره ببینه تا احساسش کنه. پس هیچ موقع از دریچه ذهنت نمیتونی احساس خوب دریافت کنی. پس اگر الان خیلی دچار ترس و نگرانی و ناامیدی شدی و میگی من به خواستم نمیرسم، به هدفم نمیرسم، زندگی برات بی‌معنا شده، به خاطر اینکه از دریچه ذهن داری نگاه میکنی. ذهن شرایط فعلی تو میبینه. ببین یاد باشه، همیشه دوست داره ذهن از همه چی سر در بیاره. اصلا وظیفش اینه که آقا از همه چی به من بگو مثلا چقدر پول داری، نمیدونم امکانات چیه، با توجه به اینا بهت میگم که به اون خواسته میرسی یا نه. ولی خداوند تو قرآن چی میگه؟ میگه کسانی که ایمان دارن یقیمون بالغیب، ایمان دارن به غیب. غیب یعنی چی؟ یعنی چیزی که تو نمیبینی ولی احساسش میکنی. دقیقاً ایمان یعنی همین، یعنی این که تو الان توی زندگیت یه سری شرایطی داری، یه درآمدی داری، یه جایی زندگی میکنی، ولی یه خواسته هایی داری که هیچ شباهتی به شرایط فعلیت نداره، ولی احساس میکنی که میتونی به اون خواسته برسی. این احساس از همون ایمانه میاد. ولی اگر احساس میکنی که نمیتونی برسی، یعنی دچار ترس و نگرانی میشی، به خاطر اینه که داری از دریچه ذهن نگاه میکنی. توی ذهن هر چقدرم که بگردی هیچ حس مثبتی و هیچ حال خوبی به دست نخواهی آورد. چرا؟ چون ذهن شرایط فعلی تو رو میبینه، امکانات فعلی تو رو میبینه و میگه خب تو با این امکاناتی که الان داری نمیتونی برسی، چرا توهم زدی؟ چرا دوچاره نمیدونم افکار توهمی شدی؟ ولی ایمان یعنی چی؟ چیزی که من نمیبینم، یعنی شرایط فعلیم رو نمیبینم. میدونم الان درآمدم مثلا ماهی 10 میلیونه ولی دوست دارم 1 میلیارد بشه. من اینو الان نمیبینم ولی احساسش میکنم که بهش میرسم. پس همیشه یادت باشه که اگر خیلی درگیر دنیای بیرون میشی، یعنی مثلا به خواستهات میخوای برسی، به یک هدفی، به یک جایی میخوای برسی، میای میبینی که خب ببینی در دنیای بیرون آیا شرایطت همخوانی داره باش یا نه. اگر خیلی درگیر دنیای بیرون میشی، یعنی در واقع ذهنته که این فکرها رو داره به تو میده و تو از دریچه ذهن داری به دنیای بیرون نگاه میکنی. ولی وقتی دنیای بیرونتو ندیدی، یعنی پذیرفتی اوکی من الان تو این لحظه اینا رو دارم، درآمدم اینقدره، اینجا زندگی میکنم، ولی این رویا رو دارم و این احساس در درونم هست که بهش میرسم، این یعنی ایمان. ولی این تعریف برای ذهن کاملا قفل. ذهن نمیتونه اینو درکش کنه، چون از دو تا فضای کاملا متفاوتن و با هم کاملا در تضاد هستن. یعنی فکر نکن که مثلا تو بیای برای خودت تحلیل کنی بگی خب شرایطم اینجوریه دیگه بهش میرسم. هر چقدرم که بخوای شرایط فعلیت رو برای خودت تحلیل کنی که نتیجه بگیری که به رویاهات میرسی، ذهن این آپشن رو نداره، نمیتونه این نتیجه رو بگیره. ولی میخوام بهت بگم که اعتماد کن به احساسی که از قلبت میاد.
اون ایمان واقعیه. اعتماد نکن به احساسی که از ذهنت میاد. ذهن اینه که کارش اینه که از همه چیز سر در بیاره و فقط اینو میبینه، میگه آقا تو فقط همینی، همین چیزی که الان هستی، همین شرایطی که الان داری و تو همین جا میتونی بمونی. ولی ذهن تو احساسی که تو اینجا احساسش میکنی، تجربهش میکنی رو نمیفهمتش، با هم فرکانس نیستن، چون از دو تا دنیای کاملا متفاوت، از دو تا مدار کاملا متفاوتن. به اینجا اعتماد کن، به احساس قلبیت اعتماد کن، ایمانت رو محکم نگه دار، اجازه نده که ذهن ایمانت رو بدزده. و پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو سیو کن تا چند بار نگاهش کنی که بهت کمک کنه که ایمانت رو ببری بالا و حتما برای دوستاتم بفرست تا نسبت به این نکته خیلی مهم آگاه بشن. درود بر همه شما عزیزان، خدا نگهدار.